دو زن ساکنان ناحیه اسفره ادعا دارند که بعد حبس نقلیات و محصولاتشان بارها به اداره گمرک در ولایت سوخت می آیند ولی با ماموران اینجا به سازش نمی رسند. روز 10 اکتبر در قلمرو جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفورов ماموران اداره گمرک خودروی مرسدس سپرینتر را که برنج می برد با گمان دزدی بودن بارش بازداشت کردند. زنی صاحبکار قربانجان آخانова میگوید تا این لحظه نسبتش جریمه بندی نکرده و بارش را نیز پس ندادند. من از مقامات همین طلب دارم که خیر بار ما قاچاق باشد همین اثبات کنه به ما فهمانده دهند که همین بار قاچاق برنج قاچاق همین خیلی میشود گون که در آینده ما دیده دانسته همین خیلی محصولات نخریم. بار فرارد ماشین من جواب دید خیر بار به شبه هاشان باشد ماشین من همه دکومنتش های همه ویش های انا میخواهشم من همین من یعنی باز منم همین برابر قربان خان آمده من رخصت کرد رفتاسی منم یعنی باز کار کراسکیم نیدی. این زن صاحبکار قبلا دعوا کرده بود که چند مأمور اداره گمرک بعد بازداشت محصولاتش خود او را نیز لطوکوب کردند. نمایندگان ریاستی گمرک ولایت سوخت شکایت این زن را رد کرده برعکس خود او را بیمار روانی می‌خوانند. دادستانی خوجند نیز این جنجال را تحقیق و آغاز پرونده جنایتی را نسبت به آن قطع کرده است. کارمندان گمرک گفتند که آنها ساختکاری کردند زیرا که بارشان قاچاق بود برای همین این یعنی لرزش مغزی سر را این همه این ساختکاری گفتند. خیر دختران ساختکاری نمیکنند که نمیدانند برای چه و خلاصه دختران هم باور نکرده آنها عریضه ما را قطع کردند. آخانова چنین جراحت برداشتنش را دست کاری انشه یک بازرس خدمات گمرک در ولایت سوخت میداند. کوشش به تکرار آزادی برای تماس گرفتن با این بازرس نتیجه نداد. به گفته نگاره رحیمова که شاهد این حالت بوده است در اداره گمرک بین کارمند این نهاد انشه و صاحبکار زن قربانخان آخانova بحث سر زده است که بعداً به مناقشه پیچیده و او را زدند و سرش ضرب خورده است. یک کارمند خدمات گمرک در ولایت سوخت که نیز شاهد این حادثه بوده است به رادیو آزادی گفت در حقیقت کارمندان آنها 3700 کیلوگرم برنج آورده آخانova را حبس کردند چون آن مال قاچاق بود. ولی نسبتش هیچ بدرفتاری صورت نگرفته و سند محصولات قاچاق را ترتیب دادند. اموال قربانخان آخانova را در مرز تاجیکستان و قرقیزستان حبس کردند که 6 ماه باز بسته می باشد. زنان طلب دارند که مقامات‌های بالایی باید زود به این مشکلاتشان رسیدگی کنند زیرا در تأمین روزگار خود و فرزندانشان به مشکل روبرو شده‌اند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر خوجند.